دوستای خوبم سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز میخوام ببینم تو زندگی کسی که مد نظر شماست در حال حاضر چه خبره، چه کاری داره میکنه، چه چیزایی توی فکرش میگذره. بریم ببینیم که تو زندگیش واقعا چه خبره. روی هر شخصی که دلتون میخواد نیت کنید، لطفاً بر زدن کارت ها نگاه کنید و نیت خودتون رو هم تکرار کنید. تو زندگی طرف مقابل شما، شخصی که توی ذهنتونه، در حال حاضر چه خبره؟ تو زندگی طرف مقابل در حال حاضر چه خبره؟ خب ببینیم تو زندگیشون در حال حاضر چه خبره. خب 5 شمشیر. بچه این شخص فکر میکنه که در حال حاضر ممکنه که بهش خیانتی شده باشه، متوجه دروغی شده باشه از سمت اطرافیانش، ممکنه که ضربه خورده باشه، احساس ضربه خوردن میکنه در حال حاضر. یا مثل اینکه بچه متوجه شده که خب شاید یه سری دشمنایی داره که سعی میکنن بهش آسیب بزنن، انرژیش انرژی خیلی خوبی نیستش، احساس میکنه که در واقع بهش میخوان آسیب بزنه. در حال حاضر بچه این شخصیت آسیب دیده، یعنی بهش خیانت شده، بهش دروغ گفتن، سرشو کلا گذاشتن. بچه ها از این مسئله هم این شخص یه چیزی رو از دست داده، یعنی به طور مثلا بهش دروغی گفتن، گوله‌ای زدن. حالا این گول زدن میتونه تو توی چیزای مختلف، تو هر مقطعی باشه. واقعا ممکنه که مثلا سر خرید چیزی گوله‌ای زده باشن، یا توی یه رابطه گولش زده باشن. میدونی مثلا اگه همچین انرژی که این شخص یه چیزی رو در حال حاضر توی زندگیش از دست داده ولی خب بروز نمیده، اینو داره از همه پنهان میکنه و یک مقدار انرژی ناراحتی داره و در حال حاضر بچه ها یک ضربه خیلی خیلی شدید خورده و امیدش رو هم بچه ها میبینم که از دست داده، خیلی روزها ناامیده. اما بچه ها بعد از اینکه این دوره رو پشت سر بذاره، من میبینم که باز اون چیزی که حالا از دست داده رو دوباره پسش میگیره، دوباره به دستش میاره. حالا میتونه تو زمینه کاری مالی باشه، میتونه تو زمینه عاطفی باشه. خب ممکنه که این انرژی هم هست بچه‌ای که کات شدید، ممکنه این نفر اومده وسط رابطه شما موش رو بونده، خب رابطه رو به هم زده، دروغ گفته، خلاصه یه کاری کرده که باعث شده این رابطه از دست این شخص بره. ولی این شخص به زودی قراره که دوباره پیگیری کنه این ماجرا و دوباره حالا شما رو برگردونه. اگه یه همچین چیزی توی زندگیتون هست، این انرژی هم برای شما در حال حاضر افتاده. خیلی جالب بچه، من خیلی انرژی پررنگ میبینم که این شخص در حال حاضر یه سری چیزها رو از دست داده واقعا. خب و یک مقدار من این شخص رو غمگین و ناراحت میبینم. خب انگار اعتمادی کرده، در واقع الان اعتمادش سلب شده، یا حالا هر چیزی خودتون ببینید که این شخص تو چه زمینی میتونه که حالا آسیب دیده باشه و یک دوره ناامیدی، یک دوره رکود رو بچه این شخص در حال حاضر داره پشت سر میذاره و یک مقدار در حال حاضر انرژیش انرژی غمگین بودنه. بچه رو چند تا کارت داره راجع به این داستان در میاد، 4 تا کارت داره فقط روی همین داستان اشاره میکنه. ممکنه بگی که مثلا این حرف تکراری داری تکرار میکنی، ولی انقدر انرژی پررنگی که ببین 4 تا کارت داره اینو به من میگه بچه ها به یک باره توی زندگیش همه چی خراب شده. خب و در حال حاضر عصبانی، ناراحت، یک سری چیزها رو 100% راجع به اطرافیانش فهمیده، راجع به دوستاش فهمیده، راجع به دور اطرافیانش فهمیده. خب یا یک انرژی هم هستش، ممکنه که بچه این شخص یه در واقع تو دوره سوگواری هم باشه، مثلا یه شخصی که بهش نزدیک بوده باشه هم خب متاسفانه فوت کرده و این شخص در حال حاضر اصلا حال خوبی نداره. اصلا میبینم که زندگیش به یک باره همه چی به هم خورده، برنامه هاش به هم خورده، برنامه ریزیش به هم خورده، یک سری چیزها رو از دست داده، خشمگینه، ناراحت، حالش خوب نیست. ممکنه که در حال حاضر هم درگیر یه بیماری باشه، آسیب دیده باشه و این انرژی خیلی پررنگه. دارم میگم 4 تا کارت داره راجع به این انرژی با ما صحبت میکنه.
و بچه‌ها ممکنه که این شخص مثلا بروز نده این مسئله رو. خب ممکنه که این شخصیت مثلا توی فضای سوشال میدیا، توی فضای مجازی مثلا خیلی خودش رو خوشحال نشون بده، خیلی حالش خوبه، هیچ مشکلی نداره، ولی واقعیت زندگیش رو ببین 4 تا کارت داره این داستان رو میگه. مگه میشه اتفاقی باشه بچه‌ها؟ این دوره رو این شخص پشت سر میذاره. خب این دوره رو این شخصیت پشت سر میذاره به زودی و این دوره تموم میشه، یه دوره جدید توی زندگی شروع میشه، دوباره کارش رو رونق میگیره، دوباره میتونه اون چیزایی که از دست داده رو به دست بیاره. اگر رابطه شما 2 نفر هم خراب شده، این شخص خیلی داره این روزا به اون رابطه کات شده فکر میکنه که مثلا خیلی داره به اون رابطه کات شده فکر میکنه، خیلی احساس ناراحتی داره. ولی بچه‌ها به زودی از این انرژی در میاد، خودش رو جمع و جور میکنه. اگه کات کردید ممکنه که شما یک سری چیزها رو فهمیدی راجع به این رابطه، فهمیدی که ایشون به شما دروغی گفته، خیانت کرد، یه چیزی رو فهمیدی این وسط که این رابطه دیگه رابطه ثابت نشده و همه چیز به یکباره خراب شده و این شخص هم علاقه داره به اون خرابی که به وجود اومده فکر میکنه. ولی بچه‌ها این انرژی به زودی قراره که بره. اگر هم برات سوال بود که چرا این شخص برنگشته، اینکه انقدر تو زندگی خودش درگیره، انقدر اتفاقات بد براش افتاده و حال روی خوبی هم اصلا براش نمیبینم. ولی بچه‌ها به زودی از این دوره قراره که این شخص گذر کنه، از این دوره بیاد بیرون، زندگیش روی روال میفته، اتفاقات خوبی براش میفته، دوباره خوشحال میشه، رابطه‌اش دوباره با شما به سمت گرمی میره. ولی خب این دوره رو فعلا داره میگذرونه و من در حال حاضر خیلی واقعا شرایط خوبی رو برای این شخص نمیبینم و خب ممکنه که اینو پنهان کنه، تو فضای مجازی جوری رفتار کنه این کار شرایطش خیلی خوبه، زندگیش خیلی خوبه، حالش خیلی خوبه، ولی شما باطن زندگی این شخص رو ببینید، یعنی خیلی ناراحت کننده بود برای خود من. امیدوارم که به جواب نیتتون تو این ویدیو رسیده باشید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، به منم کمک کنید تا یه ویدیوی دیگه